سوال 27. طاغوت‌ها چند تایند؟ جواب: طاغوت‌ها بسیارند ولی سران آنها 5 تااند. ابلیس، شیطان، لعنت الله بر او باد. هر کسی که عبادت می شود یا که عبادت کردن می شود و از این کار راضی است و هر کسی که مردم را به سوی عبادت خود می خواند، دعوت می کند و هر کسی که ادعا می کند که علم غیب را می داند و هر کسی که به غیر آنچه که الله نازل کرده است حکم می کند، همه این طاغوتان هستند. اینا سران طاغوتان، راهبران طاغوتان هستند. وگرنه طاغوتان زیاد هستند. پس طاغوت به معنای هر چیز یا شخصی است که از حد اطاعت الله گذشته است، مردم را به سوی شرک و کفر و نافرمانی الله دعوت میکند، میخواند و کفر بر طاغوت ندارد، عبادت غیر الله را رد نمیکند و ایمان به الله شرط اساسی توحید است. بر هر مسلمان میباید که اول طاغوت ها را رد کند، از آنها بیزاری بجوید، از اهل آن بیزاری بجوید، از سرزمین و مسکن آنها براءت بجوید و بر الله سبحانه و تعالی ایمان بیاورد، مؤمنان را دوست بدارد، با آنها در دیار آنها باشد. این است معنای کفر بر طاغوت.